سلام، این اولین بلاگ من هست برای برگر کینگ تو ساوت آفریقا توی شهر ژوهانسبورگ. امروز اومده بودم توی پاساژ فورویز مال تو شهر ژوهانسبورگ و تو منطقه فورویز و خواستم یه غذایی بخورم و امروز با من همراه شدیم. ما سفارشمون یه دونه دبل ایکس لارج بود کینگ سایزش و یه دونه کریسپی چیکن با یه پک موزارلا چیز و قیمتش هم فکر کنم هلوهوش حالا داخل بلاگ میبینید 200 الان فکر کنم توی فاکتورش هستش 200 خورده ای شد، 200 خورده ای رند شد. این کریسپی چیکن دارین الان میبینید بدون پنیر، این موزارلا چیزه و اینم نوشابه مانتن جوسه و اینم که میبینین دبل ایکس لارژ کینگ برگر و دختر من خیلی این غذا رو دوست داره. اینم کریسپی چیکنه، میبینید که خوب سس هم داره و به نظر من انتخاب بدی نیست اگه بخواین یک بعد شما فست فود بخورین بیرون. موزارلا چیزشو من خیلی بیشتر دوست دارم. اینجا میبینید 299.70 رند شده، البته 199.74 شده که 15% تکس میاد روش، میشه 229.70 رند. امیدوارم از این بلاگ من خوشتون اومده باشه و اگه موافق اینجور ولاگا هستین برای آشنایی با کشور ساوت آفریقا، آفریقای جنوبی، برای من این زیر کامنت بذارین زیر این پست. ممنونم.